سلام دوستای عزیز، خوش آمدین و یک ویدیوی خیلی متفاوت از من. امروز من میخوایم برای شما یک ویدیوی خیلی خاص و کوچولو برای شما تقدیم کنم که خیلی این ویدیو متفاوت تر است از ویدیوهای قبلی من و یک چیز که خیلی متفاوت است که من دیگه در زبان انگلیسی حرف نمیزنم و در زبان دری حرف میزنم که شما عزیزا بهتر بفهمین. به دلیلی که من فارسی دارم حرف میزنم یا دری، به خاطر است که فالوورزای من زیادترشان افغان هستن، فارسی زبانهای خودم هستن. امروز من میخوایم برای شما ولاگ درست کنم که یک سپرایز است که میخوایم در این ولاگ چی انجام بدم، چی کار کنم و خب بیاین با من همراه باشین. من آل در راستم میخوایم برم در مترو، متاسفانه نتونست پدرم مرا برسانه و آل خودم میرم و اونجا که رسیدم برای شما عزیزا ویدیو میگیرم. در را که بودم یک کلاس خوشمزه رو دیدم، گفتم برای شما فیلم میگیرم. من دوستان در ترین ششتم تازه و دارم میرم سوی مکانی که مورد نظرم هستم. با ما باشین و از ویو قشنگ امریکا لذت ببرین. من از ترین تازه پایین شدم، آلرم و سوی موزیم میرم. درست شنیده؟ من موزیم میرم، آرت موزیم. یک بار دیگه هم رفته بودم، این دفعه دوم است که میرم. خیلی جای قشنگی بود. اگر شما نقاش هستین یا نقاشی دوست دارین، این جای برای شما خیلی خوش میگذره، حتی دیدنش هم خیلی براتون انرژی میده. هوام امروز ماشاءالله خیلی باد است، خوب است، به خاطر باد بهتر است از گرمی کده. آلرم نزدیکای سامر شده و هوای کالیفرنیا خیلی خوب است. این ماشین رو نگاه کنید دوستان. خب بچه ها، من که در یارد موزیم میرم خیلی بزرگ است. در پشتم که میبینین این بیلدینگ اولیش است و فکر کنم 2 تا یا 3 تا بیلدینگ با هم کانکت شدن. دوستان که میبینین من تیکت خود گرفتم. جای بزرگ و قشنگ است با پنجای سه تا منزل از بیلدینگ اول و 3 تا منزل از بیلدینگ دوم. دیگه تصور کنین چقدر میتونه اینجا بزرگ باشه. اینجا دوستای عزیز این نقاشی رو دیدم، خیلی بزرگ بود و خیلی با جزئیات نقاشی شده بود. یعنی واقعا ببینین چقدر با جزئیات، چقدر تمیز در آوردش.
نقاشیشان واقعا محشر هستن. نقاشیشان خیلی خیلی انتیک و ارزشمند است. یگان تاشان ببینی 80-20 یا 80-10 نقاشی شده و خیلی تجربه بر است. اصلا دلم سیر نمیشه که سیل کده برم. در اینجا هم دوستا یک مجسمه رو دیدم، اسمش بود لاین فیش، در فارسی میشه شیر ماهی و خیلی قیمت بود، $75,000 بود. یکی از خیلی زیاد جالب است وقتی که این طرف میایی شیپ خودت چنج میکنه، اما اگر از نزدیک ببینی هیچ شیپی ندارن، فقط مثل سرکل است. دوستان این رو سیل کنن، خیلی جالب است. یک مسجد است که توسط بمب خراب شده، میبینین در 1943 در پاکستان بوده این مسجد. خیلی برام جالبه. و یک چیز جالب دیگه هم هست که این از مرمی و سلا درست شده، خیلی جالبه. جالب ترین چیزی که من دیدم تمام چیزی که میبینم جالب است. این یک فامیل است که یکیش در دستش میبینه چیز نمیتونم بگویم اینجا، و یکی دیگهش پرتقال دستش است که این طرفش هلتی گفته میشه و اون طرف دیگهش unhealthy. و اینجا میبینیم که جندر رول است که خانوما باید ازدواج کنن، مردا باید برن سربازی. و اینجا میایه فامیلی تری، نگاه کنید. واو، so interesting. دوستان این کیک های خوشمزه رو ببینیم. میفهمین رو که درست کرده آقای آشپز که خیلی رحم خوش تیپه. من دوستای عزیز تازه از موزیم تمام شدم، بیرون برآمدم. 3 ساعت در داخل موزیم بودم، خیلی چیزای جالب داشتن و عاشق چیزایی شدم. حالا آمدیم در پارک شیشتم و اینجا خیلی جای قشنگی است. پیش رویم یک دریای کوچولوست، میتونیم بگوییم ریور است و تاور بریج هم برایتون که نشان بدم. ایناله اینجا پارک است، پارکش خیلی جاش قشنگه. نفرایی که بایسکل دوان هستن یا بایسکل الکترونیک دارن در اینجا میاین میدوانن. و این هم از تاور ما، خوشگله و دریایش هم اونقدر بزرگ نیستم، میتونم بگویم یک ریور است. Can't slow down. Feet are moving on the ground. Heartbeat sings with every beat. Dancing shoes fall at my feet.
دوستای عزیز، ای بود از ولاگ امروزی من. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. اگه خوشتان آمده لایک و سابسکرایب یادتان نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. So soft where the seasons flow. We met where the stars